امروز را به یاد 25 بهمن 89 گرد هم آمده ایم تا نه به یک بهانه برای ادامه اعتراضمان به غاصبان حقوق ملت، بلکه به یاد قربانیان و رنج مردم این روز را در یاد زنده نگه می‌داریم. سرآغاز 25 بهمن روزی بود که میر حسین موسوی و مهدی کروبی درخواست کردند از مردم ایران که حمایت کنند از بهار عربی. مردم ایران برای حمایت کردن نه فقط از بهار عربی بلکه جوانه‌های سبز را بر درخت آزادی زدند. نه آزادی که با زنجیر در سال 57 آمد. درخواست مهندس موسوی و کروبی که به نقلی موجب شد آنها و زهرا رهرورد را از 25 بهمن 89 تا به الان به حصر خانگی محکوم کنند، محکومیتی که نه رژیم جرأت رسمی کردن آن را دارد و نه اصلاح طلبان برای برداشتن آن اقدامی می کنند. رویدادهای 88 و 25 بهمن خونین که قهرمانی های جوانان وطن همچون اکبر امینی بود ثابت کردند که این نظام حتی قادر نیست فرزندان راستین ملت را تحمل کند اگر آنها از مدار ولایتی و خرافه پروری نظام دور شوند. این نظام اثبات کرد که تحول معنیدار هرچند کوچک قادر به تحقق پذیری در آن نیست. نخست وزیر زمان جنگش، سرپرست خانواده شهدایش، حتی اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و مردم هم به آنها اعتماد کرده باشند ولی از مدار ولایتی فاصله گرفته باشند حتی حق زندگی کردن ندارند. خون عزیزان مردم، زجر و شکنجه های جسمی و روحی، تجاوزهای جنسی در زندانها، حبسهای طولانی و حصر نشان دادند که رأی مردم اگر خوانده شود و کاندیدهایشان از صندوق رأی ولایت مداران با حد نصاب بیرون بیاید، در نهایت یک تدارکاتچی بیش نیستند. اگر نمایندگان در مجلس فرمایشی وجود داشته باشند که قصد اصلاح و تصویب قانون هرچند پیش پا افتاده ای باشند، با چماق حکم حکومتی روبرو شده و عقب رانده می شوند و اگر شرافتی داشته باشند استعفا خواهند کرد. در تمام دوره‌های انتخاباتی این نظام از ابتدا تا کنون با انواع دروغ پردازی ها، مهندسی ها و با استفاده از بازیگران گوناگون تلاش داشتند که صندوق ها را با رأی مردم پر کنند و با مایل خود و با هر مقداری که خواستند رأی ها را بشمارند و هر که را که بخواهند
از این جعبه شعبده بازیشان بیرون بکشند. ما معتقدیم که نه نماینده واقعی میتواند از دم تیغ شورای نگهبان بگذرد و نه سیستم انتخاباتی میتواند کمکی و یا در خدمت مردم ایران باشد. سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی سیستمی است که فقط در خدمت استبداد دینی است و تنها وظیفه‌اش حفظ نظام ولایتی است. آنچه این نظام میفهمد قهر است و تنها کلمه ای که قادر است لرزه بر پیکرش بیاورد نه است. تحریم انتخابات یک قهر و نه تو خالی به نظام جمهوری اسلامی نیست که چند تن آن را یک حرکت انفعالی می‌خوانند. تحریم انتخابات یک انتخاب از روی ارزش‌ها و شعور انسانی اتخاذ شده. تحریم انتخابات اولین قدم مؤثر در مبارزه بدون خشونت آمیز مدنی است که مستبدین میفهماند کارت به استخوان مردم رسیده است و دیگر راهی بجز سر تسلیم به خواسته های به حق مردم فرود آوردن برایش باقی نمانده است. ما اعضا و هواداران سلاح موج سبز در به ثمر رساندن این رأی به حق مردم، یعنی رأی به تحریم انتخابات، همگام با مردم شجاع و آزاده ایران فعالانه در این سنگر با تمام نیروهای دموکراتیک مردم همکاری و انجام وظیفه خواهیم کرد. ما از همینجا درود میفرستیم بر زنان و مردان آزاده، شجاع و انسان دوست ملت ایران که با شجاعت بی‌نظیر گام‌های استواری به سوی آزادی برمی‌دارند و با رأی قدرتمند تحریمشان استبداد را یک قدم به زباله‌دان تاریخ نزدیکتر می‌کنند. مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! Iranian government, shame on you, shame on you. Iranian government. Shame on you, shame on you. مرگ بر اصل ولایت فقیه. مرگ بر اصل ولایت فقیه. زده شده در چمن شب وطن خون ارغوان ها، تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها، که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان. به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده